آموزش ساخت دستگاه جوش داریم با 2 تا سرنگ، 2 تیکه چوب، 2 تا میخ. پست رو لایک کن، ذخیره کن، حتما به کارت میاد. بفرست برای دوستات. 2 تا چوب رو به اندازه 2 سانتی متر برش میزنیم، با دریل سوراخ میکنیم و میخا رو از داخلش رد میکنیم، همونطور که داخل تصویر مشاهده میکنیم. سر سرنگ رو هم دقیقاً به اندازه قطر چوبمون برش میدیم که بتونیم چوب رو محکم داخلش بذاریم، بتونیم با چسب حرارتی هم محکم کنیم. 2 تا باتری رو به حالت مثبت داخل سرنگامون قرار میدیم. سر پلاستیکی سرنگ رو در میاریم، یه دونه مهره میاریم با سیم مفتولی سفت میکنیم که بتونیم بعداً اتصال رو برقرار کنیم. به این شکل مهره رو از داخل قسمت پلاستیکی رد میکنیم، به قسمت منفی باتریامون متصل میکنیم. به همین راحتی دستگاه جوش باتری ساختیم که میتونین کارهای جوش باتری فلزات رو به راحتی انجام بدین در حد سبکش، نه صنعتیش. این هم جوشمون. اگه دوست داشتی لایک فراموش نشه. آموزش ساخت دستگاه جوش داریم با 2 تا سرنگ، 2 تیکه چوب، 2 تا میخ. پست رو لایک کن، ذخیره کن، حتما به کارت میاد. بفرست برای دوستات. 2 تا چوب رو به اندازه 2 سانتی متر برش میزنیم، با دریل سوراخ میکنیم و میخا رو از داخلش رد میکنیم، همونطور که داخل تصویر مشاهده میکنیم. سر سرنگ رو هم دقیقاً به اندازه قطر چوبمون برش میدیم که بتونیم چوب رو محکم داخلش بذاریم، بتونیم با چسب حرارتی هم محکم کنیم. 2 تا باتری رو به حالت مثبت داخل سرنگامون قرار میدیم. سر پلاستیکی سرنگ رو در میاریم، یه دونه مهره میاریم با سیم مفتولی سفت میکنیم که بتونیم بعداً اتصال رو برقرار کنیم. به این شکل مهره رو از داخل قسمت پلاستیکی رد میکنیم، به قسمت منفی باتریامون متصل میکنیم. به همین راحتی دستگاه جوش باتری ساختیم که میتونین کارهای جوش باتری فلزات رو به راحتی انجام بدین در حد سبکش، نه صنعتیش. این هم جوشمون. اگه دوست داشتی لایک فراموش نشه. آموزش ساخت دستگاه جوش داریم با 2 تا سرنگ، 2 تیکه چوب، 2 تا میخ. پست رو لایک کن، ذخیره کن، حتما به کارت میاد. بفرست برای دوستات. 2 تا چوب رو به اندازه 2 سانتی متر برش میزنیم، با دریل سوراخ میکنیم و میخا رو از داخلش رد میکنیم، همونطور که داخل تصویر مشاهده میکنیم. سر سرنگ رو هم دقیقاً به اندازه قطر چوبمون برش میدیم که بتونیم چوب رو محکم داخلش بذاریم، بتونیم با چسب حرارتی هم محکم کنیم. 2 تا باتری رو به حالت مثبت داخل سرنگامون قرار میدیم. سر پلاستیکی سرنگ رو در میاریم، یه دونه مهره میاریم با سیم مفتولی سفت میکنیم که بتونیم بعداً اتصال رو برقرار کنیم. به این شکل مهره رو از داخل قسمت پلاستیکی رد میکنیم، به قسمت منفی باتریامون متصل میکنیم. به همین راحتی دستگاه جوش